خوش اومدید به کانال کدنویس و خوش اومدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما با شما میخواستیم تگی ویدیو را نگاه کنیم و یاد بگیریم که چخیل در وبسایت خمون یکم ویدیو را گذاریم. مثلا یوتیوب خمون نسازیم یکم چیز دیگر. برای این استفاده ای تگی ویدیو میکنیم. وقتی تگی ویدیو را نویسیم اتوماتیک که برای ما CSS اتریبوت پیدا میشود. CSS هم میدونیم برای چیه؟ برای اینکه چیکار کنیم در اینجا آدرس ویدیو را که میخواهیم در وبسایت همون نشان دهیم بگذاریم. ما عین حال در اینجا XYZ یا تا ویدیو دارم، همون را چیکار میکنم مینویسم نامشه و بعد چیکار میکنیم وقتی سخران میکنیم میرم در وبسایت ما چخال میبینیم رزمری کلان قطعی یک تا چیزی ویدیو پیدا شدگیه بازیرشته همون جایی که ویدیو را نشان میده و ویدیو هم هست نکی در عین حال پلیش نکردگیم برای همون سرنشتگی. برای این رزمه گفته کمتر خوب کنیم ما اتریبوت های ویدز و هیت یاد گرفته بودیم. استفاده برای ویدز برای درازی را دادن، درازی را 300 پیکسل میدیم، هیتش اتوماتیک خودش طوری میشه. چخالی که شما میبینین حوزی در اینجا ما در یک 300 درازی 300 پیکسل خطی یک چیزی ویدیو را شامتی پیدا کرد. و برای اینکه کنترلر چخیلی در تگی اودیو ما انجام داده بودیم، کنترلر را گذاشته بودیم که پلی موزیک را آوازش بلند کردن پس کردن و کنوپکای دانلود کردن باید داشته بود. اینجا هم همون کار چیکار میکنیم اتریبوت کنترل سا در اینجا دبایت میکنیم و وقتی میریم در صفحه ما میبینیم که کنوپکچ های پلی کردن، موزیک را بلند کردن و اکران دا کردن همین ویدیو و غیره ها را چیکار میکنیم سکچت کنی را میبینیم در اینجا. و اگر که پلی بچقیم ما ویدیو ما چی میشه و سر میشه میبینیم. چخیل شما دیدین ویدیو ما کار کرد، خوشروک سر شد. در اینجا یک چند اتریبوت دیگر را چیکار میکنیم استفاده میبریم. اتریبوت اوتوپلی استفاده میبریم. اوتوپلی برای چی بود؟ برای اینکه اتوماتیکی ویدیو را وقتی صفحه وبسایت در آمدیم اتوماتیک چی شود سر شود. واسه ما میدرویم چخیل شما دیدیم ما پلی انرژی خودش چی شد سر شده. و در اینجا با اتریبوت لوپ هم استفاده کردن میتونیم. اتریبوت لوپ برای چیه؟ برای اینکه وقتی از اوتوپلی هم بگیرم با شما میتونم. اول لوپ گرفته یک چیز شما تو میتونم اگر لوپ نباشه ما وقتی ویدیو را آخرش تا میگذاریم ویدیو بود میشه و هم خیلی است. اگر خواهیم ویدیو بود شد با سر نو سر شود چیکار میکنیم لوپ دبایت میکنیم و چی میشه و چخیلش ما میبینین از آخرش تا میمونم با سر چخیل دیدین تمام شد ویدیو با سر سرش دسته هم خوش رو کار کرده. و یک طرز دیگری ای آدرس ویدیو را دادن شما میتونیم. برای این ما چیکار میکنیم اینجا اتریبوت سرس هم میگیریم سرس و در درون ویدیو در اتریبوت الیمنت ویدیو در درونش چی میکنیم بنویسیم سورس. وقتی که الیمنت سورس وارد میکنیم در اینجا بعد چیکار میکنیم اتریبوت src خطی چیکار میکنیم سورس خطی آدرس ویدیو مون میتیم و از برگردیم اگر همون چیزا خوش رو هم خیلی کار کرده سش خیلی شما میبینیم. و یک چیز دیگر در اینجا استفاده میبریم اتریبوت پرلود برای چیه؟ پرلود در اگر خواهیم که اینفورماسیون ویدیو اتوماتیک که وقتی در وبسایت هم میدرویم خودش اسکچت شود ویدیو برای ما اسکچت شود رنگ تلگرام وقتی یکم ویدیو در یکم کانال دام میدرویم ویدیوش اتوماتیک اسکچت میشه برای ما. اگر هم خیلی خواهیم چیکار میکنیم در پرلود اوتو دبایت میکنیم. وقتی که اوتو را دبایت کنیم اتوماتیک وقتی میدرویم همه چیز خودش برای ما اسکچت کرده میشه در تلفن یا که کامپیوتر ما همه ویدیو اسکچت کرده است میسته. و اگر که ما در اینجا نان بنویسیم چخیل شما میبینید یکم اینفورماسیون ویدیو نه خود ویدیو برای ما نمایونه و نه چند مینوت بدنش چند سکون بدنش برای چی برای ما معین نیست. و وقتی که کنوپکای پلی جخیم بعد برای ما همه اینفورماسیون و همه ویدیو اسکچت شده نمایان میگرده. و در اینجا متاداتا داریم. متاداتا برای چه؟ متاداتا برای اینکه
ویدیو را برای ما اسکچات نمیکنه، فقط اینفورماسیونش مثلا اسکچ میکنه. چه شما دستین اینجا اکرانش هسته و چند سکون بودنش نه که اساسا در کامپیوتر ما اسکچ کردگیش دیگه نیست. اینفورماسیون فقط اسکچ میشه و وقتی پلی اجیخم بعد خودش ویدیو اسکچ شده چی میشه برای ما پلی میشه و نشون میده. در اینجا یک چیز دیگری خوبه، وقتی که اگر نه استفاده بریم اوتو پلی گذاشته باشیم اوتو پلی ما کار نمیکنه. در حالت اوتو بدن اگر پریلود اوتو گذاریم و اوتو پلی داشته باشیم بعد چیکار میکنه؟ اوتو پلی کار میکنه. در دیگر حالت ها متدت و نانده کار نمیکنه اوتو پلی مون. و در اینجا یک چیز دیگری خوب هسته در همین ویدیو ده تگ ویدیو ده پوستر برای چیه؟ از ما برای شما میتونم وقتی که اگر ما نان موندگی باشیم پریلوده از من اینجا سخن نکنم وقتی نان موندگی باشیم چه شما ببینید یکم اینفورماسیون های ویدیو برای من نشون داده و اکرانمون سیاه شده. پوستر ده ما ادرس یک صورت میتیم. در اینجا من صورت لوگو نقطه png دارم. وقتی لوگو مینویسم نقطه png وقتی سخن میکنم در اینجا چه شما میبینید تا وقتی پلی کردنم چی صورت اینجا در شما داده شود. اگر اینستاگرام استفاده کرده باشین ابلوشکای همه ویدیو را میمونین که چه خیلی یکی چه شما بده یا اینکه یوتیوب دما میتونیم بگذاریم که ابلوشکا را اساسا چی شما بده تا وقتی که ما اگر پلی کردیم ویدیو را تماشا کردیم بعد چی میشه وای بین میره و ویدیو خودش نمایی میگرده. این برای همه پوستر ما استفاده میبریم و چیزهایی که ما در این درس میخواستیم با شما نشون دهیم اساسا همه قدر بود. امیدواریم که خوب یاد گرفتین همه چیشه و میتونین استفاده برین و برای خود یک سایت ویدیو که در نشسته استفاده بوده میسازین. و یک چیز دیگر را در آخر درس میخواستم با شما نشون دهم. اگر که ما نخواهیم که نوع کنترل برای پلی کردن یا باشن ما اینجا کنترل هم میگیریم و اوتو پلی میگذاریم. فقط اوتو پلی بگذاریم اگر چی میشه چه شما ببینید ما یگام کار کردن نمیتونیم ویدیو را همیشه در سایت ما استفاده و اگر لوپ بوده باید کنیم برای اینکه بود شید باید سر شود همه چیز چیکار کردن میگیره پای در پای رفتن میگیره برای ما و ما یگام کناب که نداریم که معنیش کنیم. این همه خیلی کار کردن میگیره و با همین درس روزه را به پایان میرسونیم. امیدوارم که به خود چیزهای نقض یاد گرفتین و اگر نفهمی باشه در تای کامنتاری ها نویسین حتما ما دیده با شما جواب میتیم. تا درس دیگر خدا نگهدار.